گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پوستی داریوش رحیم‌زاده عشق ناتمام. قسم هفتم. آتش در کاشانه. به خانه برگشتم. قریبی روز شده بود. از پریشان حالی و خستگی زیاد در کلبه احزان خیش خود را غریب می شمردم. اما از آن که در طالع شوریده و رنج بیهوده من در این نیمه شبی صحرای بی آخر شمع رهنمای از دوری های دور نمایان گشته است تسلای پیدا کردم. با این احساس خوابم برده است که غلاغله از کوچه مرا به زودی بیدار کرد. به بیرون جستم. چند کس جمع شده گفتند که کوری فوزیل سرکرده باسمچی های وادی قراتگین از افغانستان به سمت درواز دسته مسلح وارد کرده است و نیت داشته است که توسط دهه های صغیر دشت، قلعه حسین و طویلدره به وادی وخیا وارد گشته به قوه های عسکر سرخ ضربه زده آنها را به محاصره گیرد و نابود کند. عسکر سرخ دیده است که در چنین وضع قوه هایشان بسندگی نمی کند. تصمیم گرفتند که از بلندی پالزه گذشته در دامن عقبه خابورآباد در نزدیکی های دهه قلعه حسین کمین بگیرند تا بتوانند وارد شوی قوه های نوی باسمچی ها را از خارج مملکت پیشگیری کنند. همزمان انتظاری یارمندی های علاوگی شوند. به این مقصد از پالزه گذشته بار دیگر وارد طویلدره گشتند. با همین سبب سفید سنگ و زرکمر از دیگر دهه های نزدیک به شگناو زیر نظارت باسمچی ها باقی ماندند. آوازه آن که هوش و خیال باسمچی ها از جمله کوری فوزیل به شگناو به مخزن افسانوی مکان طلایی و طلاداران این وادی بوده است راست برآمد. دیروز شام نماینده سرکرده باسمچی ها با نام احمد مخصوم به خانه ملا روزی خطیب مسجد گذر بالا محله درآمدگاه دهه از سمت طویلدره آمده شرط مانده است. صبح اهالی شگناو را در مسجد مرکزی جمع کرده از نام حضرت همایونی کوری فوزیل جهاد را مقابل کفار اعلان کند. از هر خانواده نه کم از یک غازی برای غزا آماده باشد. از سر هر 10 مال میده و از هر 3 گاو یک سری برای مجاهدین راه خدا جمع کنند. فردا شام در همین مسجد سرکردگان عائله هایی که حداقل یک بار به شستن طلا که از بهترین مواد خداوندی برای حفظ شریعت است جمع آیند تا فرمان آن اعلی حضرت سرور حرکت مجاهدین وادی قراتگین برای اندازه جمع‌آوری زر اعلان گردد. تأکید کردند هر کسی از فرمان شریعت پناهی که از ملک افغان به نماینده ارشد آن برگزیده خداوند احد مخصوم آمده است سر پیچد، همان طریق شریعت به خواری کشیده سرش زیر دار می رود. این خبر برای من یک بلای بزرگ بود. وقتی به خانه برگشتم مادرم از این شور و مغل هنوز بر وقت با خبر گفت بچم به 2 مصیبت رو برو گشتیم، بالشوای و باسمچی. درباره بالشوای می دانم که خدا را منکر بوده است اما به مردم عادی کار نداشته است، اما باسمچی مسلمان از وی بدتر. به عائله ما از هر دوی اینها امان نیست. طلاشویی پدرت را همه می دانند. با یک مشت طلا از باسمچی ها خلاص شویم. فردا بالشوای آمده ما را برای این کارمان به باسمچی ها یارمندی کرده گفته نابود می کنند. چون این احوال را مردم قراتگین که به همین شگناو آمده طریق خاولینگ به افغانستان گریزه شده می رفتند نقل می کردند. سروری عائله تو هستی، هم باسمچی و هم بالشوای به تو کار دارد. دادرهایت حالا کودکند. دلم از تو خواطیر. تو نور چشمان من هستی.
اما از این دو بلا یگان تاش به جان تو رحم نمی کند. اسب قشقه پدرت را بگیر، زین و افضال را آماده کن، حق خودت و از آن مرا هم. کمپیر 2 طاق طلایی که پدرم به من و مادرم به میراث داده بود در نظر داشت. نصیبت بگیر، هرچی زودتر از این بلاها فرار کن. به افغانستان گریز، میگویند آنجا ملک شریعت است. به مسلمانان کسی کار ندارد، امن است. اگر ملک آسوده شود برمیگردی، وگرنه دیدارها به قیامت. این را گفت و مادرم مرا به آغوش گرفته زار زار گریست. من او را آرام کردنی شده، آچه جان، من به هیچ کجا نمی روم. اگر رویم همه‌مان می رویم، وگرنه قدمم را از این درگاه بیرون نمی گذارم گفتم. مادری بیچاره‌ام خودش را به پیش پایم پرتافت، به زاری در آمد. او را برداشتم. گفت بچم، پیشینه به پسینه درس است گفتند. صدها هزارها آدم از بین دهه ما که در سری راه کلان طویل دره و خاولینگ است گذشته رفتند. خودت می دیدی که قسمشان شب را در خانه ما روز و خاری و زاریشان را از باسمچی و بالشوای با آب دیده نقل می کردند. نه نگوی بچم، پناهت به خدای تعالی. رو، به من مشتی پر کی کار دارد؟ به این هم خودم مرده ایستادم. دادرهایت خرد هستند، دیگر تو را به پروردگار می سپارم. چیکار کنم؟ تقدیر ما همین بوده است. این دفعه مادرم دیگر اشک نریزاند. سخنهایش قاطعانه صدا می دادند. میلش آچه جان، من فکر می کنم گفتم. دیگر جای فکر نیست. رو، گوسفند الا را کش، آن را بریان می کنم. خمیر من هم تیار می شود. برای توشه راه آماده می سازم گفت. فکری آچه به بچه، از بچه به کوچه گفتند. مادری بیچاره هم غمی مرا می خورد، من غمی خیرامان را. ای حیفی آن روزگار و مادری زار. مادرم از پی کار شد. من در اندیشه رهگمی بودم که چپرک حولی ناگهان غیجی راست زد. دیدم که کمال هلاستنان با پریشان خاطری سوی من دویده می آید. به سؤال من انتظار نشده یک این سوی و آن سو نگاه کرده مرا به کنج حولی کشید. اکی سوربان، کارها چتاق. احمد مقسوم بعد آن تهدیدها شب در خانه ملا روزی مهمان شده است. بعد از کباب و شراب آن خانه سوخته گفته است از دهه شماها یک نفر سرسپرده اسلام ملا ستم با 3 شاگرد صادقش الکی بعد سفید سنگ را از کفار آزاد کردن ما پیروزی سراسری مجاهدین را در تمام مناطق عالم احساس کرده دویده با ما همراه شدند. درباره همه اهل دهه کی هست و کی چی دارد مفصل خبر رساند. عبیدالله طقسبا که پیشوای ما هستند الکی همش را می دانند. ملا ستم چند مدت در مکتب دخترکانه هم سبق می داده است. چون سخن از تارتوق کردن صاحب جمال می رود که ارزنده آن شریعت پناه باشد. گفته است که در شگناو در تمام ولایت و در سراسر مملکت زیباتر از دختر ملا مصباح دین نیست. برای چاپلوسی و خوشامدگویی ملا ستم گفته است بوی خوشی که در دره هست از عطر زلفانی اوست و اگر گل ارغوانی که میبینی رنگ از چهره او برده است. اگر نیک سرو به چشم جهان بینی طقسبا افتد اشاره به قد رسای او میکند. نامش را هم گفته است که خیرامان بوده است. مصلحت داده است که آن دختر را از آسمان یا از تگ زمین هم باشد یافته به آن شریعت پناه پیشکش میکنیم. بعد از 2-3 پیاله دیگر از مثلث نوشیدن احمد مقسوم خاطر طقسبا را هم فراموش کرده به زیر دستان غارتگرش بچه ملا روزی را همراه کرده فرموده است که خودی حاضر آن صاحب جمال را که نامش به صفتش توأم افتاده است پیش او بیارند. ملا روزی هم که زیر تأثیر می ناب افتاده بوده است نیم غرمه پرسیده است حضرت مگر نفرمودید که خیرامان را برای عبیدالله طقسبا پیدا و هدایت نماییم؟
احمد مقسوم پیاله نوبتی را پر کرده ساقی بیار قدح که ماه سیام رفت، درد قدح که موسمی ناموس و نام رفت گفته قاه قاه خندیده است. بچه ملا روزی با 3 باسمچی تا روز مهوش و دختری او خرامان را کافته نیافتند. حتی آسیاب را تگرو کردند. قریب صبح کسی گفته است که آنها از برای با ملا مصباح الدین دگر به افغانستان نرفتن در همین اطراف غار و کوه و کمر پناه بردند. انیق فهمند که دگر رفته گم شده است، دیگر بر نمی گردد، پیدا می شوند. ملا روزی گفته است که مادر دختر مهوش هم از دخترش کم نیست، اما تشنه مال و متاع است. یک چله و گوشوار طلای شگناو همه را به جنجال حل می کند. شاید او از دست هم از زر نگیرد. اگر احمد مقسوم قیمت چنان پیدا کرده به ملا روزی دهد، کار خرامان را در یک آن حل می کند. کمال زیرک این را گفت و علاوه کرد: ملا روزی لعین با یک تیر 3 گنجشک زدنی هست. صاحبی زر گشتن با قدر این عام خرامان را به باسمچی ها تارتوق نموده باوری آنها را به دست آوردن و بیوه مهوش را از آن خود کردن. من غرق خیال شده زیر لب گفتم: شربت از لب لالش نچشیدیم و برفت، رخی مه پیکری او سیر ندیدیم و برفت. احوال مرا دیده کمال گفت: اکا، علاج واقعه پیش از وقوع، حالا همه چیز از دست نرفته است. شاید ملا روزی به امیدی که خود میانه روی این اعمال احمقانه می شود و فایده می بیند، گروهی احمد مقسوم را توسط خود و بچهش از کافت و کاو و پیگیری سراسه موار خرامان باز دارد. با آن امیدی که مهوش در کجای باشد به زودی به ده باز می گردد. آن وقت خود ملا روزی پیش درا می شود. بعد از گریزه شدن ملا مصباح الدین، ملا روزی گمان می کند که در ده به پوف او یگان آتش در نمی گیرد. من به این خلاصه کمال راضی شده گفتم: نه، این خیل نمی شود. رفتیم. کمال پرسید: کجا؟ گفتم: نزد مهوش و خرامان. کمال با عقل کرده گفت: اکا، احمد مقسوم و باسمچی هایش همه در همین ده، گوش به قمار. مقصدشان انیق. بغیر از این همه ملا و مؤذن و مدرس مخلص و پابوس این باسمچی ها و گماشته آنها ملا روزی که با بچه بازی در این دیار به آبرو و شرمیده می گشتند همکنون آواز برآوردند: نباشد چیکار میکنیم؟ کمال جان چرا انتظار شویم؟ با هیجان پرسیدم من. شب را انتظار می شویم، شب را اکا جان. با همان آهنگ گفتار مرا تسلا داده پاسخ گفت کمال. شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سیدزاده. انجام قسم 7.